بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیب رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. چه بساست که خداوند بندش رو آزمایش میکنه و بنده است که عمق این آزمایش رو درک نمیکنه. یکی هست که از فقر میناله، اما خدا میدونست که اگر این رو غنیمش میکرد، ثروتمندش میکرد، شاید گمراه میشد، خودش رو از بین میبرد، به جهنم میرفت. یکی هست که از بیماری میناله، در حالی که نمیدونه که حکمت الهی در همینه که این بیماری باعث غفران و بخشش اون میشه و همین باعث راهش هست به بهشت، و اگر سلامت و صحت میداشت شاید به گمراهی میکشید و خودش رو به جهنم میرسون. خیلی از آزمایش های الهی است. و عسى ان تکرهوا شیئا، چه بساست که شما چیزی رو ازش نفرت دارید، بدتون میاد، در حالی که این برای شما بهترین هست. خیلی از زنها رفتن به بهشت، اما ببین چه کسانی بودند. خدیجه رفت به بهشت. چطور رفت به بهشت؟ خدیجه نصف اسلام بود. خدیجه اولین کسی بود که با بر پیامبر ایمان آورد، در کنار پیامبر بود، مال و ثروتش رو در راه دین، همه چیز رو در راه دین داد. زندگیش، آرامشش، همه رو تحمل کرد. به اون مرحله رسید که جبریل اومد به پیامبرش میگه یا رسول الله، از جانب خداوند بر خدیجه سلام برسون و از جانب من جبریل و به ایشون مژده بده و قصری در بهشت که در اونجا نه سختی هست نه سر و صدا هست. خدیجه در اونجا آرام و با سعادت خواهد زیست. عماره میره بهشت. چرا میره بهشت؟ چون که در احد میاد مردانه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دفاع میکنه، بچه‌اش شهید میشه، ضربه میبینه، همه این سختی رو تحمل میکنه تا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دعا بفرمایند که اللهم اجعلهما رفیقای فی الجنه، خدایا ام عماره و پسرشو دوست من، رفیق من در بهشت قرار بده. ابوبکر میره بهشت. چه جانفشانی هایی در راه خدا میکنه، چه کارهایی که نکرد و فاطمه میره به بهشت. فاطمه ای که در کنار پیامبر بود، فاطمه ای که جگرگوشه پیامبر بود، سختی های پدر رو تحمل کرد، شکنجه هایی که بر پدر وارد میشد همه رو به جان و دل گرفت، همه این سختی ها رو تحمل کرد، میره بهشت. سمیه ابن خیاط میره بهشت. صبرا آل یاسر فان موعدکم الجنه، اولین شهید در راه خدا میشه، خون میده، جان میده، همه چیز رو میده. در کنار همه اینها کی میره بهشت؟ یه زن بنده خدای سیاه چرده‌ای بود، زن سیاهی بود، مریض بود، یه بیماری داشت که از حال میرفت، همچین دیوونه میشد. خب که بهش میگفتن بیماری صرع. خب این بیماری صرع خب خیلی براش سخت بود. اومد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شکایت که یا رسول الله دعا کن که خداوند منو شفا بده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که یا صبر میکنی و در مقابل این صبر میری بهشت، یا اینی که نه دعا کنم خداوند شما رو شفا بده. گفتم اگر صبر کنم یا رسول الله بهای بهشت صبره؟ فرمودند بله، قیمت بهشت صبره. صبر کردی در مقابل آزمایش الهی، اظهار رضایت کردی در مقابل آزمایش الهی، به خواست خداوند راضی بودی و خوشنود، بهشت جای توست. اینجا بود که ایشون گفتن که بله یا رسول الله صبر میکنم، فقط تنها دعا کن که وقتی که من از حال میرم نکنه که به اصطلاح لباسم کنار بره و جسمم دیده بشه و عورتم ظاهر بشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم براشون دعا کردن. بعد از اون صحابه میگفتن کسی اگر میخواد به یک انسانی که اهل بهشت از روی دنیا داره راه میره نگاه کنه به این خانم سیاه. پس ببینید رفتن به بهشت نیاز به صبر داره، نیاز به رضایت و خوشنودی از تقدیر و قضای الهی. راضی باشیم به قضای الهی و همیشه از خداوند بهشت رو بخوایم و رضایتش رو.